سلام محصلین عزیز، با مجمع دروس سامورای مدیکال ساینس خوش آمدین. امروز در مورد زوج سیومی قحفی یا آکولوموتور نرو صحبت میکنیم که باعث حرکاتی چشم میشه و میبینیم که از کجا منشأ میگیره، چه قسم حرکت میکنه، یعنی در کدام مسیر در حال حرکت است و کدام ساختمان ها رو انروید یا تعصیب میکنه. میبینیم گفتیم که در نخست میبینیم که از کجا منشأ میگیره. منشأش البته به صورت ماکروسکوپیک و مایکروسکوپیک میبینیم. در نخست میریم به صورت مایکروسکوپیک میبینیم و بعدم به صورت ماکروسکوپیک در میبینیم که از کدام قسمت منشأ میگیره و به کدام قسمتی قاعده قف حرکت میکنه. به نمونه مثال اگر به صورت ساده این را به نمونه مثال اگر یک ببینید این اگر اسپاینال کورد به نظر بگیریم به صورت ساده، درست است؟ این قسمت از این قسمت یک مقطع میگیریم. این قسمت برین است، مید برین است، پونس است و میدولا اوبلینگاتا است و این قسمت پایینش هم اسپاینال کورد است. از این قسمت که یک مقطع بگیریم به این قسم یک تصویر روبرو میشیم ما و شما. خب این تصویری که ما و شما روبرو میشیم گفتیم اولین ساختمانی را که میبینیم مد نظر ما و شماست. این ساختمان سرخ میبینید، این را به نام cerebral اکوداکت یاد میکنم. اطراف سربرال اکوداکت اینی ساختمانی دیگه احاطه کرده که به نام پری اکوداکتال گریماتر یاد میکنم. گریماتر یاد میشه و بعدا اندک وشتر از پری اکوداکتال گریماتر استی زوج سیوم قفی است. این را به نام third اینجا نوشته میکنیم third cranial nerve nucleus یاد میکنیم. و اندک وحشی‌تر از این الیافی دیگری است. الیافی این قسمت به این شکل براتون نوشته میکنیم. الیافی پاراسمپاتیک نروس سیستم است که به نام پاراسمپاتیک نروس سیستم نوکلیوس یاد میکنن. که همراه با زوج سیوم یک جا شده از میدبرین خارج میشه. ساختمانی بعدی را که این قسمت میبینید این ساختمان به نام میدیال لامینسکس یاد میشه و پایین تر از این البته ساختمان هایی که در اطرافی مثلا هستی زوج سیوم است از لحاظ مایکروسکوپیک براتون گفته رایستم تا بدانین که مثلا در اطرافی زوج سیوم کدام نیکلیوس ها یا کدام ساختمان های دیگری است که مجاورت داره برای این قسمت میبینید یک نیکلیوسی دیگه است. این را به نام رید نیکلیوس یاد میکنن. رید نیکلیوس که رید نیکلیوس هم در فعلی کنترلی مثلا رفلکس ها چیز داره، بسیار نقشی بسیار باریز بسیار عمده‌ای داره که باعث رفلکس یا هم چی میشه و موومنت میشه. این قسمت یک ساختمان بسیار مهمی دیگه داریم. این ساختمان رو به نام superior colliculus یاد میکنم. superior colliculus در کنترلی high reflex movement نقش داره، یعنی در حرکات رفلکسی چشم نقش داره و این قسمت هم یک ساختمان دیگه است. این را به نام این ساختمان ها ببینیم. این ساختمان ها به نام cracks cerebri یاد میکنن. cracks cerebri الیاف descending داره که این گفتم میتونیم الیاف اگر نامگذاری کنیم به نام کورتیکو سپاینال فایبرز یاد میکنیم. خب الیاف کرک سربری را. خب تا اینجا در مورد منشای مایکروسکوپیکی زوج سیوم قفی فهمیدیم که از سوی میدبرین از تحت چی سوپر کلیکولوس منشأ میگیره. به نمونه مثال این قسمت اگر براتون نشان بدم این superior colliculus و اینم inferior colliculus. superior colliculus و inferior colliculus.
این قسمت گفتیم که یکی از سی زوج سیوم فایبر میفرسته، یکی چی گفتیم پاراسمپاتیک نروس سیستم نکلیوس ها همراه با زوج سیوم یک رو چی میکنن فایبر رای میکنن. پس در سویه از اینجا نوشته میکنیم اینی از سی زوج سیوم، از سی زوجی سیوم و اینیرم از تی الیافی پاراسمپاتیک. راستی اینی یک نام بسیار مشخص هم داره ای از تی پاراسمپاتیک نروس سیستم به نام ادینگر وستفال نکلیوس یادش میکنم نامش است. خب اینی زوج سیوم از سویه چی؟ مید برین. این قسمت مید برین است گفتیم نی، از سویه مید برین عبور کرد به صورت مایکروسکوپیک که ماکروسکوپیک که به چشم دیده میشه، عبور کرد از سویه مید برین خارج آمد. این اصل کنین این را الیافی پاراسمپاتیک امروش یک جا آمد. این حالی یک ساختمان دیگری بسیار مهم است که شما بدادین که به نام سرکل اف ویلیس یاد میشه یا در بعضی کتابا به نام پولیگون اف ویلیس گفته که از جمله دو شریان ازی بسیار مهم است در حرکت ازی زوج که به نمونه مثال اینی ورتبرال آرتری اینا را مد نظر بگیریم. ورتبرال آرتری، دو تا ورتبرال آرتری با هم یک جا میشه بازیلر آرتری را میسازن. مثال کنین اینی بازیلر است، اینی بازیلر آرتری است، درست است. قسمت بالایی ازی این قسمت بالایی است، اینی را اینجا براتون به نامی یاد میشه به نامی posterior cerebral artery و قسمت پایینش اینجا اینی را یاد میشه این قسمت به نامی superior cerebral artery و این قسمت پایینش هم است، این یاد میشه به نامی anterior inferior cerebral artery. خب این حالی قسم براتون بگیم که به نمونه مثال میگیریم اینی زوج سوم حرکت کرد، زوج سوم زمانی که زوج سوم از میدبرین از سوی نکلیوس خود چی کرد شروع به خارج شدن کرد. به نمونه مثال یک خط میگیریم که براتون واضح تر شود. اینی ادینگر وستفال نکلیوس هم فایبرهای پاراسمپاتیک هم روش چی میکنه میفرسته. هر دوی از اینا با هم یک جا در نخست از تحتی پوستری سریبرال آرتری عبور میکنن و بعدا آمده از چی از بالای سوپریور سریبرال آرتری عبور میکنن. به نمونه مثال این را میگیریم مد نظر میگیریم posterior cerebral artery و اینی پایینش هم مد نظر میگیریم superior cerebral artery. خب این هر دویش از میدبرین عبور کرد و در نزدیک این ساختمان دیگری که میبینید در نزدیک این ساختمان رسیدن. این ساختمان رو میبینید این رو به نام دورامتر یاد میکنن. خب خود دماغ به نمونه مثال این دماغ است، دماغ یک پوش داره، پوش دماغ به نام سهایا در زبان عربی یاد میکنن و در زبان انگلیسی به نام مننجیس یاد میکنن. این مننجیس یا هم اینجا براتون نوشته میکنم واضح تر شوه. مننجیس، این مننجیس سه لاهیه از داخل به خارج نشان میده. لاهیه اول از را به نام پیامتر یاد میکنن، پیامتر میگن که در سطح خودی دماغ است، یعنی غیر قابل چی است یعنی جدا نمیشه از خودی دماغ. لایه دومی از را به نام اراکنوید یاد میکنن، اراکنوید متر یاد میکنن و لایه سومی از را به نام دورامتر یاد میکنن، دورامتر یاد میکنن. این دورامتر است. دورامتر دو قسمت نشان داده. دورامتر یک قسمتی یک قسمتی پارتیشن نشان میده و یک قسمتی دورال وینوس سینوس نشان میده. دورال وینوس سینوس یکی از اون سینوس هایی که دربارش صحبت میکنیم اینمی است. سل کنین به دو قسمت تقسیم شد. یک گفتیم که
البته این تقسیماتش در اثر اکستنشن های خود دورامتر است. دورامتر یک تعداد اکستنشن ها داره که یعنی وجود این اکستنشن ها یکی پارتیشن به بار میاره، یکی دورال وینوسینوس به بار میاره. اگر از خود لایه های خود دورامتر صحبت کنیم، خود دورامتر دو لایه نشان میده. یک لایه پریوستیال لایر، پریوستیال لایر و یکی را نشان میده مننجیال لایر. مننجیال لایر. خب این رنگ به رنگ سبز که براتون رسم میشه، این قسمت اینی پریوستیال لایر است. پریوستیال لایر. این پریوستیال لایر که در موردش صحبت میکنیم، یعنی در همسایگی با چی است؟ استخوانی خود اسکالیو کرانیوم است. درست است؟ در چی است؟ در مجاورت با خودی کرانیوم است. با رنگ سرخ این قسمت است. این را به نام مننجیال لایر یاد میکنن. این قسمت نوشته کنیم مننجیال لایر. این در تماس یا در نزدیکی با خودی اراکنوید ماتر است. خب دو قسمتی دورامتر را فهمیدین. البته در مورد خود مننجیس یک ویدیوی کاملا تکمیلی دیگه آماده میکنیم براتون تا در مورد مننجیس بدونین. در مورد پیامتر اراکنوید ماتر صحبت نمیگیم، فقط در مورد دورامتر به خاطر میگیم که یعنی عبور زوج سیوم بدونین که زوج سیوم چه قسم عبور میکنه. خب گفتیم که در اثر بعضی اکستنشن ها دورال وینوسینوس ها را ساخت که یکی از اون دورال وینوسینوس ها کاورنوس ساینوس است. کاورنوس ساینوس است. یعنی کاورنوس ساینوس. کاورنوس ساینوس دو قسمت نشان میده. زمانی که هر دوی از این الیاف، یکی الیاف زوج سیوم و یکی رم چی است؟ و یکی رم اینی الیاف پاراسمپاتیک نروس سیستم چی میکنه؟ با همدیگر وارد کاورنوس ساینوس میشن. اینو میبینیم که وارد کدام قسمتی کاورنوس ساینوس میشن. قسمی که میبینیم به نمونه مثال این قسمتی از کرانیوم است و این رم سیلیا ترشیکا است که بالاش پیتوتری گلند یا هم غده نخامیه قرار گرفته و دو طرفش هم چی است؟ کاورنوس ساینوس است. یعنی کاورنوس ساینوس دو قسمت نشان میده. یک قسمت لترال وال نشان میده، لترال وال، و یک قسمتی میدیال وال نشان میده. این قسمتی میدیال والش است. میدیال وال. به نمونه مثال شریان ثباتی داخلی یا اینترنال کاروتید آرتری هم همچون از این کاورنوس ساینوس عبور میکنه، داخل میره. به نمونه مثال این قسمت اینجا ببینید، یعنی به نمونه مثال شریان ثباتی داخلی است که به نام چی یاد کردیم؟ به نام اینترنال کاروتید آرتری. اینترنال کاروتید آرتری. یعنی اینترنال کاروتید آرتری از اینی فورامینی که میبینین به نام چی یاد میشه؟ به نام فورامین لاسرم. از فورامین لاسرم عبور میکنه. البته قبل از اینکه از فورامین لاسرم عبور کنه، این قسمت به نمونه مثال ببینین، این قسمت قرار داره؟ کاروتید کانال قرار داره. در قسمت نخست از کاروتید کانال داخل میشه و بعدا وارد فورامین لاسرم میشه و بالاخره از چی؟ از این قسمتی از کاورنوس ساینوس عبور میکنه. یعنی زوج سیوم در مجاورت با اینترنال کاروتید آرتری همچنان است. به نمونه مثال اینی اینترنال کاروتید آرتری است. اینترنال کاروتید آرتری است. زوج سیوم از قسمت لترال والی، این قسمت لترال وال است، این قسمت میدیال وال است. زوج سیوم از لترال وال عبور میکنه. زوج چهارم از لترال وال عبور میکنه. 5-1 و 5-3. هدف از 5-1 یعنی برانچ اول یا هم گفتم میتونیم شاخه اولی از تریجمینال نرو است. تریجمینال نرو فیفت کرانیال نرو میشه، یعنی زوج قفی پنجم میشه. 5-3 شعبه سیومش است. شعبه اولش به نام افتالمیک یاد میکنن و شعبه سیومش به نام ماندیبولار یاد میکنن که هر دو شعبه از می قسمت لترال وال عبور میکنه و از قسمت میدیال والش هم زوج ششم عبور میکنه. خب آمدیم فهمیدیم که در کاورنوس ساینوس فایبرهای زوج سیوم از لترال وال عبور کرد. این قسمت هم الیاف پاراسمپاتیک هم روش رفت. زمانی که در نزدیک این قسمت به نزدیک یک فشار میرسه، این فشار به نام
به نام سوپرا اوربیتال فشار یاد میکنم. سوپرا اوربیتال فشار. در نزدیک سوپرا اوربیتال فشار زمانی که میرسه هر دو الیاف یک جا با هم وارد سوپرا اوربیتال فشار میشن و این قسمت هم که میبینیم به نام اوربیت کاویتی است. یعنی قسمت چی است؟ اوربیت کاویتی است. وارد اوربیت کاویتی هر دویشان یک جا میشن. به نمونه مثال اینی زوج سوم است. زمانی که داخل اوربیت کاویتی شد دو تا برنج نشان میده یا دو برنج یا دو شاخه میده. یکی سوپریور برنچ میده و یکی هم اینفریور برنچ میده. دو دانه شعبه تا اینجا فهمیدیم. در قسمت میریم الیاف پاراسیمپاتیک اول خلاص میکنیم. الیاف پاراسیمپاتیک هم داخل چی میشه؟ داخل اوربیت کاویتی میشه. در داخل اوربیت کاویتی که شد در قسمت نخست با یک گنگلیون وصل میشه. اینجا گنگلیون بعدا عبور میکنه به صورت مستقیم میره. این حالی چی کار میکنه؟ در چشم که رسید آیریس یک و سیلیاری مسل دو دانه این دو ساختمان چی میکنه؟ اینرویشن میکنه. این دو ساختمان که اینرویشن کرد باعث چی میشه؟ یعنی کنترول گفته shape of lens. یعنی شکل لنز چی میکنه؟ کنترل میکنه. یعنی به این معنا است که زمانی که آیریس و سیلیاری مسئله اینرویت کرد باعث چی میشه؟ در فعل اکامودیشن یا در فعل تطابق نقش بسیار مهمه بازی میکنه. خب الیاف پاراسیمپاتیک خلاص شده. این حال میریم طرفی شعبات خودی زوج سوم گفتیم که یک شعبه داد به نام سوپریور برانچ و یک شعبه داد به نام اینفریور برانچ. سوپریور برانچ از این دو تا عضله را اینرویشن میکنه. به صورت مستقیم میره. اینجا اینی عضله را اول اینرویشن میکنه. اینی عضله را به نام لیواتور پالپبری سوپریوریس یاد میکنن. لیواتور پالپبری سوپریوریس اینی عضله را اینرویشن میکنه. این عضله وصل است با یک ساختمان. اینی ساختمان چی میگه؟ با نام تارسال پالت یاد میکنن. تارسال پالت یعنی مربوط میشه به پلک بالایی یا سوپریور هایلت میشه. زمانی که به نمونه مثال اگر بنا به هر دلایلی مثلا لیواتور پالپبری سوپریوریس اینرویشن نشده یا فلج شده انسان مبتلا میشه. یعنی انسان خود اینمی سوپریور هایلت یا هم پلک بالایی را چی کرده نمیتونه به بالا گرفته نمیتونه، به صورتی پوشیده چشم میمونه. یک عضله را گفتیم که ما نام لیواتور پالپبری سوپریوریس میشه اینرویشن میکنه و عضله دیگر این قسمت قرار داره. اینی عضله چی است؟ اینی عضله به نام سوپریور رکتوس یاد میشه. رکتوس سوپریور رکتوس اینرویشن میکنه. سوپریور رکتوس زمانی که تقلص میکنه چشم به صورتی چی میکنه؟ به طرفی بالا کش میکنه. زمانی که بنا به هر دلایلی به نمونه مثال سوپریور رکتوس فلج شده یا اینرویشن نشده، یعنی عصب برش نرسیده، تعصیب نشده، زمانی که اینرویشن نشد سوپریور رکتوس تقلص کردن نمیتونه و چشم به طرفی پایین به صورت افتیده قرار میگیره. خب دو عضله را گفتیم اینرویشن میکنه، یکی لیواتور پالپبری سوپریوریس و یکی هم سوپریور رکتوس. اینا میریم بالا اینفریور برانچ. خب اینفریور برانچ سه عضله اینرویشن میکنه. یک عضله به نمونه مثال در این قسمت اینی که لاترال رکتوس است، اما در اون طرف چشم میدیال رکتوس است. به نمونه مثال یک اینی چشم است، این چشم بس میگیریم بیرون. به نمونه مثال چشم بیرون آمده. عضله که بالای زی قرار داره به نام سوپریور رکتوس یاد میکنن. عضله که پایینش است به نام اینفریور رکتوس. عضله که در نزدیک چشم است به نام میدیال رکتوس یاد میکنن و عضله که خارج است این به طرف وحشی است تقلص میکنه، یعنی چشم از رفتن به طرف اونسی جلوگیری میکنه، به نام لاترال رکتوس یاد میکنن. یعنی لاترال رکتوس اما اون طرف چشم میدیال رکتوس قرار داره. یعنی خودی از این اینفریور برانچ اول چی میکنم؟ میدیال رکتوس اینرویشن میکنه. اینجا نوشته میکنیم که اول چی میکنه؟ میدیال رکتوس اینرویشن میکنه، رکتوس. بعدا این قسمت اینفریور رکتوس اینرویشن میکنه، اینفریور رکتوس. و این قسمت چی میکنه؟ اینجا
اینجا میاد، اینی رو به نام inferior oblique یاد میکنم. inferior oblique اینی عضله رو چی کرد؟ innervation کرد. این تنها در این قسمت اینی عضله موند، اینی عضله موند. این میریم در مورد ازیرم صحبت میکنیم کیرا چه قسم میشه. به نمونه مثال اینجا یک شکلی از خود چشم است که به نمونه مثال اینی عضله که در موردش گفتیم صحبت نکردیم، اینی عضله است. به نمونه مثال عضله منشأ گرفته از اینجا یک ساختمان قلاب مانند یا چنگک مانندی را عبور میکنه، پس دوباره می چی میکنه؟ بالا چشم وصل میشه. اینی ساختمان قلاب مانند به نام تراکلیاد میکنن، تراکلیاد میکنن و اینی عضله را به نام superior oblique است. superior oblique. خب superior oblique زوج سیوم اینرویشن نمیکنه، اما اینی عضله که به نام inferior oblique گفتیم چی میکنه؟ زوجی سیوم اینرویشن میکنه. inferior oblique قسمی به نام عمل میکنه زمانی که تقلص میکنه، این چشم به طرفی انسی و سفلی کش میکنه. زمانی که بنا به هر دلایل فلج این چشم به طرف چی میره؟ به طرف وحشی و علوی میره. این چشم به طرفی بالا میره. این قسم وظیفه را سوپر اوبلیک هم داره. گفتیم که چشم زمانی که تخلص کنه در حالت مثلا نرمال به طرف علوی و چی به طرف علوی و وحشی کش میکنه، اما در صورتی که فلج به صورت انسی و سفلی حرکت میکنه. بنابراین به خاطر فهمیدنی که عضلات چشم به نمونه مثل 7 تا عضلات چشم کدام ازواج یا کدام مثلا اعصاب اینرویشن میکنه، یک فرمول بسیار خرد داره. گفته میتونیم که SO4 LR6 all the rest 3. از این 7 عضله سوپر اوبلیک زوج چهارم اینرویشن میکنه که در مورد انشالله در یک ویدیو دیگه صحبت میکنیم، و لاترال رکتوس که در مورد صحبت کردیم این قسمت گفتیم در مورد اینرویشن صحبت نکردیم، زوج ششم اینرویشن میکنه و 5 عضله متباقی را چی میکنه؟ 5 عضله متباقی را زوج سوم اینرویشن میکنه. به نمونه مثال اگر به صورت عموم تمام 7 عضله را رفته ببینیم، یعنی به نمونه مثال اینی ساختمان را که میبینین، اینی ساختمان رو به نام annulus of the zane یا common tendon string یاد میکنن. اینجا نوشته کنم annulus of the zane، annulus of the zane یا common tendon string. از annulus of the zane 4 عضله منشأ میگیره. اینی عضله رو به نام superior rectus یاد میکنن، اینی عضله به نام inferior rectus یاد میشه، اینی عضله رو به نام lateral rectus یاد میکنن و این عضله رو به نام medial rectus یاد میکنن. این عضله به نام inferior oblique یاد میشه، اینی عضله به نام superior superior oblique یاد میشه و اینی عضله که جو میبینیم به نام levator palpebrae superioris یاد میشه. این common tendon string که میبینین دو قسمت نشون میده. اینی ساختمان رو میبینین، اینی ساختمان، اینمی ساختمان است supraorbital fissure. این supraorbital fissure این قسمت به صورت درست براتون رسم میکنه. پس ساختمانایی که از supraorbital fissure عبور میکنه به دو بخش توزیع میشن. یکی ساختمانهایی که داخلی annulus of the zane است و یکی ساختمانهایی که خارج از annulus of the zane است. ساختمانهایی که داخل از است، یک گفته میتونیم superior branch زوج سیوم، superior branch زوج سیوم، یکی inferior branch زوج سیوم و یک دونه دیگه هم گفته میتونیم نازو سیلیاری نرو است. 3 دانه و مطابق از را گفته میتونیم در یک استراکچری به نام مثال left براتون بیان میکنیم. در این استراکچر به نام مثال الش استاد میشه برای lacrimal nerve و ifش استاد میشه برای frontal nerve و تیش هم استاد میشه، یعنی تی استاد میشه به trochlear nerve. پس اگر یک بار جمع بندی کنیم، خب اینی ساختمان که میبینید ساختمان هم اپتیک کانال است که خودی اپتیک نرو از عبور میکنه، در مورد صحبت کردیم. خب
ساختمان رو که به صورت عمومی ببینیم، زوج سیوم اینجا نوشته میکنیم این third cranial nerve. گفتیم که دو قسمت نشون داد و یک قسمت دیگر از این مربوط میشه به parasympathetic nervous system fiber که ایره گفتیم parasympathetic nervous system fiber را گفتیم که در قسمت نخست میره آیرس، بعدا میره سیلری مسل. این دو تا را چی میکنه؟ اینوویشن میکنه. گفتیم که در فعل اکامودیشن نقش داره. اما زوج سیومی قافی را گفتیم که دو شعبه داد، یکی superior branch شعبه داد، یکی چی داد؟ inferior branch. superior branch از این را گفتیم که به صورت مستقیم میره اولین عضله که اینوویشن میکنه چی است؟ levator palpebrae superioris. این levator palpebrae superioris به صورت ساده براتون نوشته میکنم اینجا levator palpebrae superioris یک عضله دیگه رو میره که اینوویشن میکنه یا تعصیب میکنه، گفتیم superior rectus. این چی است؟ superior rectus. دو تا عضله رو اینوویشن کرد. و inferior branch ازی گفتیم که به صورت مستقیم میره اول medial rectus، این medial rectus، بعدا گفتیم inferior oblique و بعدا inferior rectus. این inferior rectus. پس به صورت عمومی میگیم که عضلات داخل چشم 7 دانه است. 5 دانه از دیده که از جمله چی است؟ levator palpebrae superioris، superior rectus، medial rectus، دیگه گفتم میتونیم inferior oblique و inferior rectus. 5 تا عضله رو چی میکنه؟ زوج سیوم اینوویشن میکنه و superior oblique از زوج چهارم اینوویشن میکنه و lateral rectus هم زوج ششم اینوویشن میکنه. اگر به صورت ساده یک بار دیگه براتون بگم، زوج سیوم قفی که به نام اوکلوموتور نرو یاد میشه، از کدام سویه؟ از سویه میدبرین منشأ میگیره، داخل لاترال والی کاورنوساینوس عبور میکنه، از سوپرا اوربیتال فیشر داخل میشه، دو شعبه میته، یکی سوپریور برانچ یکی انفیریور برانچ. سوپریور برانچ از این باعثی تعصیب دو عضله میشه، یکی لیواتور پالپبری سوپریورس و یک عضله دیگه به نام سوپریور رکتس. و انفیریور برانچ از این سه عضله را اینوویشن میکنه، یک میدیال رکتس، انفیریور رکتس و انفیریور اوبلیک اینوویشن میکنه. خب این معلوماتی کامل در مورد اوکلوموتور نرو بود. دیگر امید داریم که صحت سلامت باشین و یادتان نره که چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.